افسانه جان نادان در عذاب. بود نبود یک روباهکی بود در قریبی های خانه خیس خانه یکی داشت. آن روباهک هر روز شش و خیز گشت و گذار قد و قامتی همسایش را تماشا کرده به اندیشه می رفت. قوه بزرگی دارد این جانوری خدا. چه خیلی که آدمان می گویند وای کوه را زند طلقان می کند، اما روباه باری ندیده است که این قوه در جای استفاده شده باشد. گرد و اطراف پر از زمین کشت و کار کنی عالم عالم حاصل میگیری. فکر کرد روباهک روم پیش خرس و بگویم که بیا همسایه یگان چیز بکاریم و حاصلش را غون داشته زمستان خورده خواب کنیم. فکر کرد روباه اگر دلش را گرم گرفته درستک فهمانم راضی می شود. باز چونین فکر کرده است روباه همین خیل فکر کرده پیش خیس رفت. خیس به دعوت او راضی شد. آنها یک جای زمین شدگار کردند، لب لبو کاشتند، آب دادند و نگاه بین کردند و منتظر شدند. وقتش رسید و لب لبو پخت. روباهک از خیس پنهانی یک دانه لب لبو را کافته گرفت و خورد و دید که قند بر این شیرین. حرصش بالا گرفت و در فکر حیله شد. اگر این خرس ساده را فریب داده حاصلش را یک دانه مانده خودم صاحبی نکنم، نام من روباه نه. روباه خرس را به سر زمین دعوت کرد و برگهای سبز و تازه لبلبو را با شوق نشان داده گفت ای شریک، سرسری سرش را میگیری یا بیخ بیخش را؟ سرسری سرش را. به برگهای تر و تازه نگاه کرده گفت خیس برگهای لبلبو رو یک تنه مانده کنده گرفت و به جوال انداخته به خانهاش برد. روباه لبلبو رو به خانهاش برد و هرگاه که در دلش ذوق خوردن گوشت مرغ پیدا می شد به بازار برده فروخته مرغ خریده کیف کرده خورده می گشت. روزها می گذشتند. تیر ماه آخر شد و زمستان آمد. بعد بوی بهار به مشام روباهک رسید و خیس به یادش آمد. خیس را به یاد آورده پیشش رفت و گفت شریک، باز ایام کشت و کار آمد، زمین انتظار ماست. خیس گفت از آن حاصلی که ما سال گذشته گرفتیم من بهره نبردم، بمزه بود و خورده نشد، برآورده پرتافتم. این خیل باشد، بیا گندم میکاریم. گفت روباه از گندم با مزه خوردنی در عالم نیست. نان گندم جان آدمیزاد را زنده می‌دارد. خرس بر روباه باور کرد. هر دو باز زمین شدگار کردند و گندم کاشتند. گندم سبزید، نیش زد، دانه بست، پخته بود که روباه به خرس گفت سرسری سرش را میگیری یا بیخش را؟ خرس که سال گذشته سرسری سرش را گفته فریب خورده بود گفت من این نوبت بیخش را میگیرم. همین خیل سرک گندم نصیبی روباه شد و تن و ریشهش به خرس ماند. آنچه که به خرس ماند به یگان احتیاج وی به کار نرفت. جان نادان در عذاب گفتند. خرس که نادان بود از روباه 2 مرتبه فریب خورد. نه برگ سبز لبلبو را خورده توانست و نه پایه گندم را. من بعد خرس فریب خورده قرار داد
که دیگر هیچگاه با روباه شریک نمی شود. آشنایی روباه و خرس با همین به آخر رسید. انا همین بود افسانه جان نادان در عذاب.